حديث نمبر 13. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. متفق عليه. در این حدیث شریف رسول الله صلی الله علیه و سلم، کان النبی صلی الله علیه و سلم، این صحابی روایت میکنه، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم یدعو عند الکرب، در وقت سختی ها و مشکلات رسول الله صلی الله علیه و سلم کدام دعا را میخوان؟ این دعا را میگفت، یقول، میگفت: لا اله الا الله، لا اله نیست هیچ کسی مستحق از اینکه ذاتش عبادت شود و قانونش اطاعت شود الا الله، بغیر از الله متعال. العظیم، ذاتی که بسیار با عظمت و بزرگی است. الحلیم، ذاتی که بسیار حلیم و بردبار است. لا اله نیست هیچ کسی مستحقی که ذاتش عبادت شود و شریعتش اطاعت شود الا الله، بغیر از الله. رب السماوات، الله که است رب السماوات، پروردگار، یعنی خالق و نگهدار و حفظ کننده آسمان ها و الارض و زمین. و رب العرش العظیم، و رب و خلق کننده عرش بزرگ است. از این ما و شما درس میگیریم که هر وقتی که در کدام مشکل گرفتار میشیم به الله متعال رجوع میکنیم و این دعا را میخوانیم که لا اله الا الله العظیم، لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب السماوات والارض و رب العرش العظیم. والسلام علیکم و رحمت الله.